بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر بیاد داشته باشید داستان عمیر ابن وهب رو در جلسه قبل مطرح کردیم و الان قسمت دوم این داستان رو خدمتون ارائه میدیم. تا اونجا رسیدیم که عمیر ابن وهب خودش آماده کرده بود، شمشیرش رو تیز کرده بود، سمالود کرده بود و برای ترور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مدینه اومد و بالاخره در برابر پیامبر قرار گرفت و پیامبر بهش گفت عمیر تو برای من نقشه کشیدی، یا غیر از این بوده که چنین نقشه ای رو با صفوان کشیدی، با هم دو نفری نشستید گفتگو کردید که من اگه بدهکاریم نبود، مسئله زن و بچم نبود و گرسنگی و فقر اونها، میرفتم محمد رو میکشتم و از شر محمد شما رو خلاص میکردم و صفوان هم قبول کرد، هم بدهکاریت بده، هم خانوادت حفاظت و حمایت بکنه و تو گفتی من میرم به بهانه اینکه پسرم اسیر محمد رو میکشم، اما بدون خدا بین من و تو فاصله میندازه. یک دفعه صفوان در یک حالت شدیدی قرار گرفت، شوکه شده بود، زیاد طول نکشید، یک کمی ساکت شد، یه دفعه گفت اشهد انک لرسول الله، من شهادت میدم که تو رسول خدا هستی. این سخن رو گفت، بلافاصله گفت یا رسول الله، ما قبل از این سخن تو رو دروغ میشمردیم و هر چی که تو از آسمان برای ما می آوردی خبر میدادی، از وحی میگفتی، اما داستان سخن من و راز من رو با صفوان ابن امیه احدی خبر نداشته جز من و اون، و فرصتی هم نشده کسی دیگه زودتر اگه خبر میشد بخواد بیاد، و قسم به خدا جز این نیست که الله رب العالمین تو رو از این جریان با خبر کرده و خدا رو سپاسگزارم که چنین شرایطی برای من فراهم کرد که من اومدم به سمت اسلام و من رو به سوی اسلام هدایت کرد و شهادت میدم به این که الله تنها معبود بر حقی است که باید عبادت بشه و توی محمد رسول خدا و فرستاده الله هستی، و مسلمان شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم گفت برادر خودتون رو ببرید بهش، دین و مفاهیم دینی رو آموزش بدید و قرآن رو آموزشش بدید و اسیرش رو هم آزاد بکنید. بله، مسلمانان با اسلام آوردن عمیر ابن وهب خیلی خوشحال شدن، به حدی خوشحال شدن که عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگه که من خوکی نزد من تا قبل از این از عمیر ابن وهب عزیزتر بود، اما از روزی که این اومد الان پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمان شد، امروز از فرزندان من عمیر نزد من عزیزتر و محبوبتره. بله، عمیر بالاخره کم کم خودش رو آماده کرد، مفاهیمی از مفاهیم اسلام یاد گرفت، تزکیه کرد درون خودش رو، تقریبا نزد شاگردان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قلبش رو با قرآن نورانی کرد و روزهایی رو بالاخره در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و سایر اصحاب بود و اصلا فراموش کرد که در مکه چه اتفاقی افتاده و برای چه اومد و اونجا چه خبر هست. اما صفوان ابن امیه بشنویم که اون هر روز منتظر بود که خبر ترور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش برسه و میرفت مجالس قریش می نشست و میگفت به زودی به شما یک بشارت بزرگی میدم، به شما یک خبری خواهم داد که ماجرای جنگ بدر رو شما فراموش بکنید که چه بر سر ما اومد. اما زمانی که طولانی شد و دید خبری نشد، هی صفوان ابن امیه این ور اون ور میرفت، مضطرب شده بود، نگران شده بود و از هر کسی که می اومد اون منطقه سوال میکرد، مثل یک کسی که مثلا روی آتش داره راه میره، همین گونه نگران و مضطرب بود، تا اینکه بالاخره یکی از کسانی که می اومد از سمت مدینه خبر آورد که بیایید که عمیر مسلمان شده. این خبر اصلا مثل صاعقه تو سر صفوان ابن امیه خورد، چرا اصلا باورش نمیشد. میگه اگه تمام مردم زمین مسلمان بشن، عمیر ابن وهب مسلمان نمیشه. این خیلی عجیب بود. بالاخره عمیر هم مدتی که پیش پیامبر و یارانش بود که مفاهیم دینی یاد گرفت، فقاهت و دانشون، دین بر اساس آگاهیه و همیشه گفتم و اینم تکرار میکنم، و تونست مقدار از آیات قرآن رو حفظ بکنه. پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله، زمان زیاد گذشته و من هم بالاخره الحمدلله در زیر نور الهی تونستم یک سری درس ها و آموزش هایی رو بگیرم، اما من خیلی به خاطر خاموش کردن دین خدا و برای خاموش کردن برنامه شما تلاش کردم و خیلی اذیت و آزار
رسوندم به مسلمانان و پیروان اسلام. اما از این لحظه به بعد میخوام برم مکه و قریشیان رو به اسلام دعوت کنم. اگه منو قبول کردن سخن منو که خوب، اگه قبول نکردن همون رفتاری که با شما کردم میخوام با اونها بکنم و این جبران بکنم این اذیت و آزاری که در حق شما و اصحاب شما انجام دادم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم به اون اجازه داد و اون به سمت مکه رفت. وقتی به سمت مکه رفت طرف خونه صفوان ابن امیه. اولین کاری رو که انجام داد این بود که گفت ای صفوان، تو بزرگی از بزرگان مکه هستی، عاقلی، جزو عقلا هستی، جزو اندیشمندان هستی و میدونی که عبادت این سنگ ها هیچ فایده نداره. میدونی که قربانی کردن برای این سنگ ها و بت ها ارزشی نداره. میدونی که اینها واقعا نمیتونن پیش خدا برای تو آبرو بیارن، نمیتونن، خودشون هیچ توانایی ندارن. چطور میتونن اینها برن سفارش تو رو نزد خدا بکنن؟ تو میری میگی ای شما نزد خدا آبرو دارید، شما فلان دارید، شما ما رو به خدا نزدیک کنید. تو که میدونی اینا همه بی ارزشن، اینا هیچ عقلی ندارن، اینا ساخته و پرداخته دست من و شما هستن. اینها رو رها بکن. من مسلمان شدم، به دین خدا آمدم و شهادت دادم و شروع کرد به دعوت و تبلیغ. و همچنان صفوان ابن امیه همینجوری میرفت اطراف کعبه. خب آدم با نفوذی هم بود و بالاخره دعوت میکرد و مردم اشاره میکرد این بت‌ها کورن، این بت‌ها کرن، اینها حقیقت رو درک نمیکنن، اینها متوجه نیستن و شما خودتون تباه نکنید، دینتون دین شما تحریف شده، آیین ابراهیمی تحریف شده، شما مرتکب شرک هستید، مرتکب خرافات هستید و همچنان اینها رو به این سمت و سو دعوت میکرد تا بالاخره کسانی دین رو بپذیرن. نکته‌ای در این داستان خوابیده و خیلی اهمیت داره. نگاه کنید، سخن صفوان ابن امیه رو داشته باشید که میگفت من باورم نمیشد که تمام اهل زمین مسلمان بشن ولی باورم نمیشد عمر ابن وهب مسلمان بشه. میدونید در این داستان چه خوابیده؟ در این داستان این نکته هست که شما در برخورد و دعوت اسلامی برای غیر مسلمانان، برای کسانی که دچار معصیت و نافرمانی هستند و گناه هستند، هرگز و هرگز شتاب نکنید. هرگز فکر نکنید که کسی مسلمان نمیشه. بسیاری از مهتدین گاهی ما میگن حالا خودشون هدایت پیدا کردن، ما این چنین بودیم این چنان بودیم، بعد قوم و قبیله خودشون و پدر و مادر خودشون شروع میکنن بد گفتن. نگاه کنید، اینجا ما این درس رو بگیریم. دین الهی دین رحمته، نور هست، برای همه هست. خدا این دین رو برای یک قشر خاص و یک قوم خاص و زبان خاص و یک زمان خاص نفرستاده. یک رحمتیه برای همه بشریت، با هر رنگ و نژاد و زبان و با هر فرهنگی در هر کجای دنیا هستن، تا اینها هدایت بشن، به سوی نور بیان و عاقبتی شادان و سعادتمند داشته باشن. ببینید اسلام تمام سرزمین های دنیا رو فتح کرد. همه جا هم با شمشیر نبوده، یک حقیقت، یک نور بوده. تصور کنید اسلام به مالزی چگونه اومده، اسلام به اندونزی چگونه اومده، اسلام به فیلیپین چگونه اومده، به تایلند و اینها چگونه اومده. فقط با محبت، فقط با حقیقت. به سرزمین های اسلام اومده، به جزایر اومده که شما باورتون نمیشه چگونه اومده. تجار اینجا رفت آمد میکردن و این مردم تحت تأثیر فرهنگ مسلمانان، آیین مسلمانان، اخلاق مسلمانان و حقیقت برنامه دین مسلمان شدن. امروز اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمانه، در حال توسعه هست، با یک جمعیت چند صد میلیونی، یک کشور کاملا بزرگ و مسلمانانی کاملا ملتزم به مفاهیم دینی و حقایق دینی. و این سرزمین درش قرآن همه چیز این مردم هست. از بچه، از لحظه‌ای که هنوز به دنیا نیامده، مادر با تلاوت قرآن آشنایی داره و تلاوت میکنه قرآن رو و از لحظه‌ای که به دنیا میاد به همین صورت میبینید شما در اندونزی هزاران کودک کم سن و سال حافظان قرآن هستند. برنامه‌های تلویزیونی اونها، مسابقات قرآن، اصلا قرآن روح و روان زندگی مردم اندونزی هست و عزت این مردم قرآن هست و همینجوری در شرق آسیا، همینجوری در مالزی. اما خب اندونزی یک شدت بیشتری داره. این برکت و روح این دین هست و این حقیقت این دینه. فکر میکنید مگر اسلام اومد به این سرزمین ها زبان اونها رو عوض کرده؟
مگر اون فرهنگ قومی و طایفیشون؟ نه، فقط اون چیزی که با حقیقت مخالف بود اسلام عوض کرده. اون چیزی که با شرک و خرافات و بدعت و فساد و تباهی بود اسلام اصلاح کرده و دور کرده، وگرنه کاری به این سرزمین نداشته. اینی که برخی‌ها میان نسبت به اسلام مطالب ناپسندی رو میگن، سخنانی رو میگن، این یک حقیقتیه که متاسفانه از زمان صفویه در ایران اتفاق افتاد و الا شما ببینید در سراسر جهان چنین چیزی نیست. و نکته دیگری رو فراموش نکنید که از خدا حقیقت رو بخواید و خوبی رو بخواید. خدایی که میتونه امیر ابن وهب رو که برای ترور پیامبر اومده مسلمان بکنه، هر کسی دیگری رو هم میتونه این کار رو انجام بده. و از همه مهمتر وقتی که انسان سمت هدایت میاد باید در صدد جبران مافات و اشتباهات خودش باشه. بله، میگه طفیل ابن عمرو همچنان در مکه مردم رو به سوی اسلام دعوت میکرد که تعداد زیادی به دست این مسلمان شدن که خداوند پاداش نیک به امیر ابن وهب بده و در قبر اون نور بباره. تا روز دیگه و برنامه دیگه در پناه خدای مهربان باشید.